اسطوره من، محبوبم. خود را چون دانه‌ای در زمستان حس می کنم که می داند بهار نزدیک است. جوان پوسته را خواهد شکافت و زندگی که هنوز خفته است بیدار خواهد شد. دلبندم، با تو همه چیز متفاوت است، زیبا و پرشور، و من تسلیم خودم را دوست می دارم. گاه صحبتی را که آغاز نکرده ایم، با این وجود آنچه را که تو نمیخواهی بگویی درک می کنم. پیش از آن که آغاز کنی من در پایان آنم، و این به مدت زمانی که با من هستی بستگی ندارد. به ظرفیتی است که برای رشد آن در این مدت زمان دارم. واقعیت رابطه ما حضور حقیقی است. آرزو دارم قلبی گشوده برای دریافت داشته باشم که از گذراندن بازویم به دور شانه های تو نترسم. اما نمیدانم بفهمم که چرا برخوردهای تو همیشه دگرگونه است، با قلبی بسته و هراسناک. هر بار که با تو هستم آرزو می کنم که ساعتهای پیاپی در کنارت باشم. این نیروی الهی است که در نهان من نهفته است و من نمی توانم نادیده بگیرم، و این از ویژگی های من است. شگفت انگیزترین چیز آن است که تو من در سرزمین ناشناخته با هم قدم میزنیم، هر دو دستهامان را دراز میکنیم تا بهره خود را از زندگی بگیریم. دنیای مجازی. محبوبم، عشق طبیعت آرام بخشی است برای آدم. هیچ معیاری تعیین نمی کند، هیچ چیز را انتخاب کردنی ندارد. به سادگی حقیقت وجود آدم را میپذیرد، درست مثل طبیعت. من حقیقی هستم. عشق و من دو حقیقت هستیم که یکدیگر را دوست می‌داریم. یک انسان میتواند آزاد باشد ولی بزرگ نباشد، اما هیچ انسانی نمیتواند بزرگ باشد و آزاد نباشد. قلب من میتواند فراتر از اون واژه‌های عاشقانه را بفهمد. آیا به ادراک من اعتماد نداری؟ محبوبم، خواهش میکنم فکر نکن کسی که عاشق است به سادگی آزرده میشود. یک کارد فولادی میتواند گوشت مرا ببرد، اما یک چاقوی مومی هرگز. حرکات تو به سختی سبب احتیاط من در احساسم نسبت به تو خواهد شد. هر چیز سطحی سرانجام خود به خود ناپدید می شود، درک کن. اما من از این بادها نمی لرزم و نمی هراسم. فقط نیمی از من جا به جا می شود، اما مجددا در کنار تو احساس می کنم انسان کاملی هستم و می خواهم برای تو فقط یک برگ سبز باشم، یک برگ سبز.
اغلب خود را در حال زیستن بر بالای کوهی در سرزمین عجایب تصور می کنم. آیا چنین جایی وجود دارد؟ اگر روزی به آنجا رسیدیم، قلبم را به نقاشی و خودم را به شعر تبدیل کن. رابطه صمیمی‌تر میان ما از نظر احساسات 3 چیز می باشد: منطق، دل، شهوت. و هر کدام از این 3 در دوره‌های مشخص زندگی ما را هدایت می کند. من عاشقم و تمنای چیز بیشتری از آن دارم که تو می‌خواهی و هر بار که تو را در کنارم می‌بینم تو سراسر فضایم را پر می‌کنی. من عاشقم و می‌دانم برخورد صمیمی زمان خودش را دارد و سپس زود می‌گذرد، اما نمی‌خواهم هیچ نکته مهمی فراموش شود. رابطه من نسبت به تو خیلی قوی است، اما نمیدانم کجا میتواند مرزهای محدود کننده عشقم را بردارد. در هر حال خود را در دستان تو میگذارم. میدانی یک انسان تنها میتواند زمانی خود را در دستان دیگری بگذارد که عشقش چنین عظیم باشد که در نتیجه خود آزادی مطلق است. و من عاشقم با تمام وجودم. موهای سرم، نوک ناخنهایم، همه لبریز از این عشق به تو می باشد. من آزادم. و در پایان لبخند عشقم.